یک سری از حالات هستش که ما افت فشار خون داریم. این افراد دچار ضعف و خستگی و تاری دید میشن، منتها این مسئله همواره دیده نمیشه. یعنی این افراد هنگامی که حالت درازکش دارن فشار خونشون نرماله، ولی به مجرد این که بلند میشن، وای میسن یا میشینن، فشار خونشون افت پیدا میکنه. ببینید بدن انسان مثل یک به اصطلاح یک لوله هستش که تابعیت میکنه از قوانین فیزیکی. ببینید وقتی که انسان دراز میکشه مسلماً یک فشار خاصی رو در خونش وجود داره و این فشار مثلا فرض کنیم 120 روی 80 هستش. همین فرد وقتی که بلند میشه وای میسته، چون که طبق قانون جاذبه خون به طرف پاها به اصطلاح ریزش پیدا میکنه، در نتیجه فشار خونی که ما در دست میگیریم قاعدتاً باید پایینتر باشه. این قانون فیزیکیه. ولی چرا همچین اتفاقی نمیفته؟ علت این که این همچین اتفاقی نمیفته و فرد کماکان وقتی که بلند میشه میشینه یا بلند میشه وای میسته، کماکان فشارش همون معادل همون فشاری هستش که در حالت درازکشه، با وجود این که الان برخلاف جاذبه هستش، این هستش که فرد به مجردی که بلند میشه وای میسته یک سری مکانیزم هایی که شروعشون از به اصطلاح گردن هستش، شاهرگ گردن هستش و بعد میفرسته سیگنال هایی رو به داخل مغز، به ویژه قسمت هیپوتالاموس میفرستن. اونها باعث میشن که فرد وقتی که بلند میشه وای میسته یه مکانیزم های شروع بکنن به کار کردن، مثل تنگ شدن رگ ها، افزایش ضربان قلب و افزایش پمپاژ قلب، که در نتیجه فشار رو کماکان در حالت بلند شدن هم و ایستادن هم همون معادل همون فشاری رو بکنه که 120 روی 8 هستش در حالت درازکش. پس در نتیجه این که شما فشارتون در حالت ایستاده معادل فشاری هستش که در حالت خوابیده هستش، به خاطر اون به اصطلاح کنترل هایی هستش که از گردن شروع میشه و به مغز میره و اونها یه سری سیگنال هایی برای رگ ها و قلب میفرستن که این فشار به اصطلاح تغییری نکنه. وگرنه اگر قرار باشه که این سیگنال ها وجود نداشته باشن، طبق قانون فیزیک وقتی شما وای میسین باید فشارتون پایین‌تر باشه. حالا در یک سری افراد این مکانیزم تطبیقی که باعث به اصطلاح تعدیل شدن فشار در حالت ایستاده میشه کار نمیکنه و در نتیجه این افراد وقتی بلند میشن وای میستن، فشارشون در حالتی که در حالت خوابیده 120 روی 80 بوده، این افراد وقتی بلند میشن وای میستن فشارشون مثلا میفته روی 90 روی 60. خب مسلما این افراد دچار سرگیجه میشن، دچار ضعف میشن، بعضی موقعات دچار بیهوشی میشن، سنکوپ میکنن. این یکی از حالاتی هستش که بهش افت فشار خون وضعیتی بهش میگن یا ارتوستاتیک هایپوتنشن. بسیار بسیار شایع، ما موارد بسیار زیادیشو داریم. شاید من در هر هفته 5-6 مورد مواردی دارم که کانسالت میشه و من میرم مریض رو میبینم و متوجه میشیم که این فرد علت این که بیهوش میشه مرتباً این هستش که فشارش در حالت درازکش خوبه، ولی وقتی که بلند میشه وای میسه فشارش افت پیدا میکنه. این رو از این جهت عرض کردم که تمام افرادی که دچار ضعف و بیحالی و خستگی هستند حتما باید فشارشون رو در 3 وضعیت خوابیده، نشسته و ایستاده چک بکنن. و من همیشه یادآوری کردم که تمام افراد وقتی که فشار خونشون رو برای اولین بار دارن چک میکنن، ولو اینکه دچار این حالت بیحالی و سرگیجه اینا نیستن، کماکان فشارشون رو در 3 حالت مختلف چک بکنن: خوابیده، نشسته و ایستاده. این رو یه جای یادداشت بکنن و بعد دیگه لازم نیست در سری‌های بعدی در این 3 پوزیشن حتما چک بکنن، میتونن فقط در حالت نشسته چک بکنن. حالا چه موقعی ما میتونیم بگیم که فرد دچار همین حالت ارتوستاتیک هایپوتنشن هستش؟ هنگامی ما میگیم که فرد دچار ارتوستاتیک هایپوتنشن هستش یا فرد فشار خونش در حالت به اصطلاح نشسته و یا ایستاده افت پیدا میکنه و این عامل بیماریش هستش، هنگامی میتونیم بگیم که وقتی که فرد از حالت خوابیده به نشسته به اصطلاح پوزیشنش تغییر میکنه، فشار ماکسیمومش بیشتر از 15 تا افت پیدا بکنه و یا اگر از نشسته میخواد بلند شه وایسه بیشتر از 15 تا افت پیدا بکنه. بله.
در عمل من کاری که میکنم به این ترتیب هستش. به افراد میگم شما فشارتون در حالت خوابیده بگیرین، یادداشت بکنین، بلند بعد بشینین روی کنار تخت یا روی صندلی بشینین، 2 دقیقه یا 3 دقیقه وایسین، دوباره فشارتون رو بگیرین، یادداشت بکنین، بعد بلند شین وایسین، 2-3 دقیقه دوباره معطل بشین، بعد دوباره فشارتون رو یادداشت بکنین. این 3 تا فشار رو که به اصطلاح مقایسه بکنین با هم دیگه، اگر 15 تا یا بیشتر با هم دیگه اختلاف داشت، نشون میده که شما مشکل دارین و ضعفتون اینا به خاطر این هستش. برای مثال اگر شما در حالت درازکش فشارتون مثلا فشار ماکسیمومتون 130 هستش و وقتی که میشینین فشارتون مثلا 125 هستش، فقط 5 تا اختلاف هستش، این اصلا مسئله نیست، این یه چیز طبیعیه. ولی اگر مثلا وقتی میشینین فشارتون از 130 میاد روی 110، یعنی 20 تا افت پیدا میکنه، این دیگه غیر عادی هستش. یا برعکس، یا همچنین نسبت به ایستاده، وقتی که مثلا در حالت نشسته 110 هستش و وقتی که بالا میشین وای میسین 80 میشه، یعنی 30 تا افت پیدا میکنه، این هم مهم هستش. این از این جهت گفتم که تمام افرادی که از ضعف و بیحالی و خستگی و حالت سرگیجه رنج میبرن، حتما یکی از کارهایی که اول باید انجام بدن این هستش که فشارشون رو در 3 وضعیت چک بکنن خودشون و این رو یادداشت بکنن و ببینن اختلافشون به چه ترتیب هستش. باز هم گفتم در دفعات قبل بارها گفتم، بازم میگم که بهترین کسی که میتونه فشار خون رو چک بکنه پزشک نیست، خود بیمار در داخل خونه. پزشک در آفیس یا در داخل مطب فشاری که چک میکنه فشاری هستش که هر از چندگاهی 3-4 ماه یک بار، اونم مشخص نیست تو چه شرایط روحی بیمار باشه، فرد قهوه خورده باشه، سیگار کشیده باشه، چای پررنگ خورده باشه، یا استرس داشته باشه، یا اون پدیده لب کوت داشته باشه که از روپوش سفید بترسه. مثلا چه پزشکی فشار خونی که ما چک میکنیم در آفیس خیلی دقت نداره، نمیخوام بگم بی ارزشه، ولی خیلی دقت نداره. بهترین کس خود فرد هستش در داخل خونه.